پیکی مبراورم با شعر خود بر هر دل خیزری سخن بین ما نظر هستم سخن سازی وطن. السلام علیکم هواداران مخلصان برنامه لذیذ بالاودین. من بیوده با این مصرع‌ها برنامه امروزه را آغاز نکردم. مهمان امروزه ما شاعر وطن سرا و استقلال، ترنمگری محبت و زیبایی، شاعر وحدت سرا بانوی عزیز شهریه آمدند. خوش آمدید شهر بانو به برنامه ما که شما وقت پیدا کردید، وقت جدا کردید و به برنامه لذیذ آمدید. بسیار از شما می‌نه‌دار هستیم. سلامت باشید. و من در آغاز برای شما کامیابی‌های جدی تمنا میکنم و ما همه تشنه مردمی که بسیار شاعر دوستدار است و شاعر طبع است ایجادیات شما را، شعرهای نوی تازه شما را انتظار هستیم. سلامت باشید. خوش میگذاریم به مقصد از آمدن برنامه ما. هم پختن یکم غذایی یا که این از سبب است، لیکن صحبت کردن با شما. و خوش من میبینم که ما ماش اینجا گرفتیم و شما گفتید برنج بیارم. خوش گوشت هم میبینم. پس ما مستوبه میپزیم؟ نه، ما یک خوراک میپزیم که با نام مشکیچیری. کیچیری کلمه ترکی است ولی در تاجیکی میشد مشخورده. مشخورده. شما میدونید که موش یکی از رستنی های خیلی سر استعمال است در مثلا از هندوستان، آغازش هندوستان است و امروز تا تاجیکستان چندین سالهای دراز. من حتی کوچک بودم در قشلاق در ده ما مشابه میخوردیم. مشابه میگفتن یا پیازابه میگفتیم، بعد مشابه میگفتیم. مش پیابه و مشابه و بله. بعد این مشکیچیری سببش شد که روانشان شاد بود خانم نارینیسا. شاعرای خیلی خوبی ما بودن از خوجند. بعد روز شنبه یک شنبه میشد، در دوشنبه زنگ میزدن میگفتن که شهریه جان من خانه شما اومدنی. میگفتن که مرحمت بیایید. میگفتن که نه شما دیگر چیزش تیار کنید، من ماش پخته میبیارم. بعد میدیدم که یک پیاله ماش پختگی می آوردن و بعد آغاز میکردیم به مشکیچیری پزی که دیگر عادت کردیم. یعنی یک خوراک غذای هم پرهیزی است، درست میگید، هم سر غذا است، هم یعنی که طبیعتش سرد است. سرد است، از این رو بیشتر در تابستان استعمال میکنن. فهمیدید؟ در زمستان خنک است. یعنی نسک لوبیا گرم است، اما این طبیعتش که سرد است بیشتر بعد وقت سرتون در کند اگر میتونید ماش برنج همراه میکنید بعد شکر میکنید میشد بهترین نوران علی نور. بله من فکر میکنم شهریه بانو اگر ما مشکیچی رو در زمستان پزیم حتما با روغن دنبه گوسفند باید ایلوه کنیم، شاید وقت خوبتر بله. میدونید وقتی که مشکیچی در زمستان تیار میکنیم حتما چخیلی که در قروتا و در شکر روغن زردی داغ شده را میریزن کو بالای همون ما خیلی من خیلی از یادم رفت که روغن در کار روغن زرد داغ میکنیم و از بالای همون طبقه مشکیچی میریزیم. میدونید چه لذتش بهتر و زیادتر میشود. بهترین. اینقدر ما در یک مهلت کدام اینقدر معلومات گرفتیم از شهریه بانو. خوش شروع میکنیم به پختن بهترین غذایی که امروز هست و آماده خواهیم ساخت، مشکیچیری. بله مشکیچیری. خوش من سفارش های شما رو انتظارم. با ما چی لازم است؟ اول برای ما دیگ لازم است. دیگ تیار است. دیگ میمونیم. دیگ تیار است. من ما دو خیل دیگ موندیم روغن میریزیم. خوش من دیگ روغن میریزیم. یک پیاله برای روغن. پیاله چای نوشی. بله من پیاله هم میتونم چینک باشد با چینک، چون که اون وقت خطا نمیخوریم. بله یک پیاله روغن میریزیم. خوش من این را آماده میکنم. روغن شیرین شده از خیال من. بله این روغن الکی داغ کردگی است. من شما اینو گیران کردین؟ نه حالا من برای چی شیرین کردم؟ خوش برای اون که گفتم شاید ما تو ریزه کردن گوشمون تیز بسیار بلند میشود. خیلی هیچ کم نیست. به هر صورت گوشت حاضر تختچه گوشت ریزه کنیم. خوش
و بالا میکنم منم روغن میپرتویم روغن میریزیم خوش گوشت میده میکنیم شما با من فقط فرمایید گوشت مثل که برای اگر خود یک تختچه به شما یک تا باشد این برای شماست با کردی بسیار خوب و کارد برای من این از شما اوکی خوش من گوشتو شهربانو میده کنم میده میکنید شما میتونید من پیاز میده کنم بیاید اختیاراتون پیاز چند دانه پیاز به شما میدم دو تا پیاز دو تا پیاز خودت اگر پیاز خردتر باشه دو تا خرد یک تا کلون یک تا کلون میکنیم خوش من این رو میده کردم شما گفتید گوشت رو میده تر و مثل اونی که گوشت مثل گوشتی که در اوگرو در مستوبه در برنج آب میپرتویم کو بله بله همونجا این کلون در این نمیشد مثل اوش یعنی که مثل اوش نیست یک بار دیگر شما از نظرتون گذارونیم همین خوب است که باز خردتر کنم من نمیخوام خوب است کمتر کلانتر کنید بله 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 شما چون که وای میشد و قبل وای وقتی میجوشد میده میشد بله خوب میتونیم گفته که نارینیسا با مؤلف یعنی همین خوراکی که برای من امروز خیلی هم آسان‌پز است و هم ویتامینی میدونید موش اصلا کلمه به تاجیکی مونگ است مونگ رفته نامش نمیدونم برای چی موش شده است شما وقتی یک صحبت میکنن میگوین که چشمش موش بر این کشاده شد بله بله بسیار در نمایشنامه هم قهرمانان میگن یعنی چی معنی دارد همین چشمش مثل موش کشاده شد بله بله چرا مثل موش چرا مثل موش نمیدونم موش قدر خورد است در نظر یعنی که شاید چشمش من همین خواندم یک خندم اومد گفتم چرا مثل موش یعنی این خوراک است که ویتامین A دارد موش ویتامین C دارد مثلا برای کسلی های قند بله بله بهترین است برای کسلی های فشار بلند بسیار کمک میکند بسیار کمک میکند چون که کالری بلند نیست کالریش مثل لوبیا نیست سفیده دارد و کمتر بعد که پیاز کیوه شد سبزی میپرتاییم میتونیم آغازش پرتویم آغازش مثل وای هست این من نمک کردگیم نمک ما بسیار کاری عموما بانوان بسیار پخته کار میشن از اون جمله شهر بانو الکی ما نه تنها این رو نمک کردیم بلکه ماش رو هم شوشتیم و این چنین برنج رو هم شوشته پیشکی تیار کرده موندیم کوفتگی یک بار میکوبه من صدای بسیار خوبی گوشت میآید بیرون کردن گوشت میآید بله من با شما سبزی برای من سبزی چیه سبزی مثلی که برای آش میکنیم که هم خیلی میده کردن در کوش چند دونه سبزی با ما لازم میشه دو تا بس خیلی موشمون بسیار بعضی ها هستن که سبزی بسیار من اجازه شما با شما کمک میرسونم من اینو میگیرم شما اینشان میگیرم مدام که درباره ما شما رو یکی از اهل ادب یکی از شاعرای خیلی چون که گفتم بسیار شناخته و دوست داشتنی میشناسیم که باید بریم که چی سبب شد که شما مثلا شعر ایجاد کردید همین کسب رو انتخاب کردید البته اولین شعرهای ایجاد کردید شما کمی درباره این حرف زدیم اگر استاد بازار میگفتن که من از ژورنالیست نمیترسم اما همین سوالش میترسم سوال اولش شعر یکم تا خوند من از کجا میدونم که در کی نوشتم و کی در یادم هم خیلی میگفتن واقعا که ما مردم کوهستان مردمی که در کوهستان کلان میشه خیال میکنم که بیشتر به شعر پیوندی دارد چون که میدونید زمستان کوهستان 6 ماه هست یعنی ما 6 ماه در خانه میشینیم و در زمستان کار نیست دیگر چیکار میکنید کتاب میخونید حتما و بیبیت افسانه میگوید و افسانه گوش میکنی شعر میخوند و ربایی و همون تاثیر من مادر بزرگم خیلی زنی به یک تفکری گسترده یک خط و سواد نداشتن اما خیلی ربایی میدونستن ربایی شفاهی ادبیات شفاهی این همین میگفتن که بابا میگفتن بیبی باید بار دیگه بخون
سنگچه چینم و لبی گذر توده کنم اطلس بخرم برای تو جومه کنم اطلس چنده بهای اطلس چنده رفتگی یاری من ماهی پنجه با من ببین شما عاشق می ببین من با وای میکردم یعنی اینا همین تاثیری انا همون وای هست تاثیری خانواده تاثیری تربیه و در مکتبی که هم میخوندم معلممون خیلی انسانی سرمطایله بودن ما حافظ حالی نمیدانستیم اون کس دیوان حافظ با خط فارسی داشتن استاد سعید شاه مویلوف میگفتن یک روز گفتن که بیایید از حافظ غزل من شما با میتیم از یاد کنید صفی 4 5 6 هم خیلی بودم خیلی بعد همون غزل اولین حافظ هست که الایا ایوه الساقی همین عربی هست عربی است بعد من رفتم خانه خوندم که نشد از یاد کردن پگاه اومدم گفتم استاد من نمیتونم نتونستم مصر را عربی هست من نمیتونم آخی بعد استاد یک قهرشون اومد و گفت که خیر پگاه من برای تو دفتر تو کشو گفت دفتر کشو همین یک شاعری همشهری خدمانت دادم تیم شعروشه بعد گفت که بلهجه نمی خودمون نویستگی من گفتم باشه بعد قلم برآوردیم گفت نویس ما اوریندم که نومم بی قلندر نه خون دارم نه نون دارم نه دلبر چو شب آیا بگردم گرد کویت چو روز آیا و خشتاوانی همسر با من نوشتم با چند روبایی دیگه بعد با لهجه همون مردمی یعنی وادی درواز بعد گفتم که استاد این شاعر نامش چی؟ بعد گفتن که نامش بابا طاهر اوریان بابا طاهر گفتن اوریان نگفتن من همین قدر شعر دوست می داشتم که از درس برآمدم و خانه به خانه گشتم که خانه بابا طاهر در کجاست همون قشلاق میگردم میپرسم که خانه بابا طاهر در کجاست من اون وقت خیال میکردم که شاعر نمیدونم یک فرشته باشد برای من شاعر نمیدونم آدمی خیال میکردم که یعنی آدمی دیگر یعنی مثل من نه مثل شما نه همین خیلی اعتقادم سخت بود و روزی در روز کافتم خانه بابا طاهر نیفتم بابای طاهر نیفتم اومدم خیلی دیر شده بود و از مادرم کتک خوردم شب شد در گجا میگردی گفتم که مادر من خانه بابا طاهر خیلی مادرم گفتم ما خیلی شاعر نداریم در اینجا گفتم خیلی معلم گفتن آخی بعد پگاش رفتم معلم گفتم آخی نیستن خیلی آدم بعد گفتم که چی با گفت آخی این شاعری همزبان ما هست بعد گفتم استاد چی با گفتی که خیلی گفت من گفتم که با لهجه ما می نویسد و انا همین بعد چند روباییشون دو بیتی می نویستن که بابا طاهر اوریان از همون از یاد کردم و دیگر دنبال شعر رفتم اون تاثیر بود نمیدونم چی بود که دیگه که شعر خوب نویسن نمیتونستم و خیلی همون خرج مرج می نویستم بعد یک روز پیدا شد که دیگه نتونستیم که دست کشیم از این امروز باشد نمی نویستم خوب کردید که نویسید و من فکر میکنم روی استادتان شاد باشد اینقدر خدمتی کردن که در عالم ادبیات ما باز یک شاعری را تقدیم کردن و هدایت کردن و فکر میکنم اولین تحریرهای شعرتون هم شاید همین استاد میکردن نه میدونید من کو در مکتبی قدر شعر نمی نویسم بعدا وقتی که در با دانشگاه اومدم اونجا شعر آغاز کردم خیلی بعد تیلا پولادی معلم ما بودن میدیدن استاد تیلا پولادی در دانشگاه میدیدن بعضا شعرمون سیاه و کبود میکردن بعدا بیشتر استاد گلنظر کمک میکردن استاد بزرگ همین قطعی خیلی آدم یاد میگیرد که یک کار دوباره سه کار شد بعد همون راه تکنیک گفتی که با گفته که تکنیکای شعر یاد گرفتیم و بعد نوشتن گرفتیم نمیدونم چقدر سرفراز شدم نشدم که خیلی به هر صورت یک چینیم چی گفتیم که در دهنی مردم هست همین بهترین مکافات است برای شاعر و نویسنده گوشتمون خیلی سرخ شروع شد همون پیاز میتونیم پیاز اندازیم خوش من پیاز رو انداختیم خوش خاطر رسون میکنم که یک غذای خیلی خوب و
خوردنی بابی مشک شیری را میپزیم. بله 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 بله. این اگر کمی پیازمون سوزد این از سببش صحبت‌های ماست که من معلمه را با صحبت وادار کردم بی‌نظارت اگر مونده باشد ما گناهکار میشویم. خوش پس ما میاندازیم سبزی. شما همچون مکتبی خوبی. خوش. اگه چرا فراموش نکردیم؟ نه. پامیدور گفتم که در کور نیست. میتونیم از توپ تراشک گذاریم میاندازیم اگر خواهید. نه بعد آبش با وای میشه همین نقص. پامیدور سالاد میکنیم. بله بله. روغنش کافی است. روغنش کافی است. کافی است. ما چی رو میتونیم آماده کنیم؟ اینا حاضر آب جوش آمادگی باشد که آب خنک نمیریزیم. بله. آب جوش آمادگی داریم. قبلا جوش آماده بودیم و میتونیم همین جوش که آمد موشه میپرتویم. حاضر کمتر استیم که بیرون؟ نه کمتر سبزی بیرون شد. بیرون شد مثل زیربک. گفتی و مردمی کمتر زیر آش برای سخت نیو کمتر به هر صورت و در کار. در حقیقت وقتی که من فکر میکنم میگم شخص بزرگی رو استادی رو به خود راهنما میگیریم استاد میگیریم ما اساسا بعد پیروی خودمون رو میویم. هر کی رو استاد نبود کار بر بنیاد نیست به استاد نمیشه. حتما که یک از البته جای من ننوشتن لیکن به هر صورت دستی کمک دراز کردن. همه وقت ادبیات یک چیز هویت ملت است اما خودی که شاعر و نویسنده میانی هم کمتر وای دارن حسودی دارن یعنی حسودی شیرین دارن حتما که بله 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 و همون خوب است همون حسودی که شیرین است انسان بیشتر فراتر میبرد کاملتر میکند و انا همین چیزها تاثیرش هست که انسانی که کمتر ذره عقل و ذکاوت داشته باشد حتما میخواهد که خوبتر نویسد. بله. خیلی چیزا هستن. به مثل نریکن ساحه پیشه‌ای که ما انتخاب میکنیم مثلا در نظام در هنرمندی هم هنر موسیقی هم همیشه کار هنری هم خیلی است. کار هنری هم خیلی است. بعد ادبیات یک اقیانوس است. ادبیات تاجیک مثلا اقیانوس است وقتی که در منطقه الطیر عطار نیشاپوری یک حکایه است میگه که میگوید که یک ثروتمند غلامی داشت هر روز از دجله آب میکشاند میگوید که میپرسد که حالت چون است غلام میگوید که دجله را خالی بکردن روی نیست تشنه را سری سر یک موی نیست یعنی ادبیات مثل اقیانوس مثل دریای دجله است همین قدر میخونید همین قدر میآموزید تشنه اید باز یعنی باز میخواهید یک چیزی خوبی گفته توانید فقط کوشش به همین است ادبیات تاجیک این یک ادبیاتی است که مردم بیگانه مردمی که غیر ملتی ما هستن دوستش میدارن ببینید اون 1001 شب 1001 شب نسل 1001 شب یا سما که ایون زن و بانو چقدر با عقل است که هر شب شاه یک زن قربان میکرد ولی بانوی فارس بانوی تاجیک چقدر با عقل بود که افسانه گفت که 1001 شب گذشت و رها یا صاحب چند فرزند شد بله 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 یک سر که جوشید موشه میپرتویم یک سر جوشد بسیارتر نمکش خیلی بهتر نه اندازید خیلی موش آب بسیار میگیرد آب میکشد شد اما انا سرش میپوشید 2 دقیقه میجوشد جوشید موشه الهوا میکنیم اضافه میکنیم این چیزاتون یک چیزی بسیار خوب شما توصیه دادید این کرکومه بسیار چیزی عجیب است این مال هندوستان است امروز در همه مغازه های شهر است خیلی بامزه است خیلی طبابتی است نه زردچوبه تلخ است این مزه دیگر دارد این با از درخت دیگر از خیالم شما چی توصیه دادید که در وقتی با شیر هم همراه کردن اینا وقتی که مثلا گلو در میکند از بچه ها از خود ما اینا با شیر یک قاشق با شیر جوش آمادگی عررش میکنید مینوشید خیلی بسیار دوای خوب است برای چون من میدونم که وقت گلودار شدم بعد یک به طرفی سفری هنری رفتیم گلو هم بسیار در میکرد همین خطا نکنم یک طرفی همین وادی همین خودی یا درواز بود یا ونج همونجا به من گفتن که یک کامپیره که برآورد با من
کمتر انجیر خوش کرده داد در کلای خون کلای خون با گفت که همین با شیر میجوشونن بله همونجا بسیار بعد کمک هم فایده کرد بله جوش اومد ما اینو میپرتویم برای که همین در میپختگی همین است موشا موش دیرتر میپزد ما موشو در اول میاندازیم بله موشا موشو ما هم تر کرده بودیم من حاضر در بالا گفته گذاشتم که شهریبانا بسیار یک تجربه خوب دارم و ما رو پیشکی شوشته تر کردم ماندیم تا اینکه وقتی شما رو زیاد نگیریم کدام شاعر است میگوید که سودا عبدالقادر سودا میگفت که من بیزار شدم مشابه جان مشابه دیگر از مشخوری به جای رسیدیم یعنی که هر بگم مش خوردن یعنی که اما وقت این خوراکی که ما میپزیم این غذای ما میپزیم این مشابه نیست بله این مشکی چیری مش خورده است یعنی که خوراک غذایی که با مش بله نه اینم در سرشم میپوشیم خوش انا که میتونیم خوریش یعنی سالاد هم میتونیم سالاد یا خوری شما رو میتونیم تیار کنیم من کی حالتی ایجاد کردنی یک بیت است یک مصرع است این یک وقت معین دارد یا اینکه یک مرغی الهام اومده در کتفم نشیند و خیلی است من در مثال شما ایجاد کردنی میدونید همین هر کس میگه که من الهام ندارم حاذق بخارایی میگه که حاذق آسان نبود رشته گفتار به نظم دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار بله الهام همون وقت میآید که با گفتی توجیکو 4 اشکالت بتون باشد بله این میشد الهام میتونه همین من بعضن دوگاره‌های دارم که زندگیشون خیلی شاهانه است اما شعرشون یعنی که در سطحی فهمیشی من نیست شاید برای یک کسی هر یک شاعر برای یک کس حتما که پسند است چون که سطح شعر فهمی مردم تاجیک در بلندی جا ندارد بغیر از همین عالم نویسنده شاعر ژورنالیست هنرمند شعر کم مردم میخواند برای همین میگم که یکی من در جای همین میبودم ممکن شاهنامه میگفتم یعنی زندگیش شاهانه ولی شاید اون همون زندگی خوبه ترجیح داده است و همون برای همون پسند یعنی باز میگویم که همین زندگی خوب باشد وطن تنج باشد وطن آرام باشد بچهای ما همه صاحب کار باشند فرزندامون خوانن همه صحت و سلامت باشد یک بردنون یک پا تکنون در بالای دسترخوان همه باشد همین قشیر خشرو میگوی که بله راست بگر چندی که بعضی استادان تئاتر هم با ما میگفتند که مثلا همین مثال شما را بله خوب است و بعضیشون باز تشویق میکردن که نه نیم گرسنه ایجاد کردن ایجاد میشود آخر نه وقتی که گفتی که پای شما تنج است ملکت آباد است خانه تنج است روزگارت خیلی آسایشته است میتوانیم ایجاد کنی سرود خونی سرودخانت هم صمیمی میارد شکری این مثلا ملک میکنم شکری این بله چی میکنم اون وقت صمیمی‌تر میشد ایجاد هم خوب است امروز ما 30 سالگی استقلال جشن میگیریم سالگی استقلال جشن میگیریم و توفه درویش یک برگ سبز من یک کتابه که با نام صفای استقلال چاپ کردم 25 تا کتاب شعری استقلال هست شاعری یک تنها هنر نیست شاعری رسالتی دیگر دارد رسالتش تربیه مردم است تربیه فرزنده است تربیه‌ای که مثلا با شعر
با همراهشون صحبت کردن. یعنی که رسالت شاعر بیشتر از هنرش است. شاعر خیلی ببینید اگر ما شعر خوب خواهیم، حافظ میخونیم، سعدی میخونیم، بهترین شعر رودکی میخونیم، بوی جوی مولیا ناید همه بهترین، ولی رسالت دارد شاعر. چخیلی که شما رسالت دارید، مادر رسالت دارد، پدر رسالت دارد، شاعر هم رسالت دارد که دنبالش مردم تربیت، دنبال مردم واقعا وطندار رود و بچه ها رو وطندار کند. صاحبی امروز انمو فروغ صبحی دانایی گفتید همه درک کردن که وطن چیست، وطن چی نقش دارد در زندگی هر یکی ما و اینم تأثیری نمو شعرهای خونده شون. باش کمی نیستم، باش خوب است. این وقتی که پخت پاره می شود. بله خیلی پاره شده است. اینه که پاره شود. می شود. بینندگان عزیز، خاطر رسان میکنم که در برنامه ما شاعر بسیار وطنسرا، شیرین سخن، ترنمگری محبت و زیبایی شهریابانو اشتراک دارند و ما بار دیگر میگیم خوش آمدید و با در برابر صحبت ما یک بسیار خوراک خوب فایده آوری از منفیت دور نیست، چون گفتیم مشک چیری تیار کرده ایستادیم و من مشک‌های ما لکه سفید شده ایستادند و بعد از چند ما برنج رو بعد در میاندازیم، اضافه میکنیم بعد میجوشد. خوش بسیار صحبت‌های خوب، یادداشت‌های خیلی خوب و با شخصیت‌های خیلی بسیار بزرگ و شناخته که در خودی در وطن ما، در کشور ما خدمت کردن با محنت خود و در رشد نموی ادبیات و صنعت یادآور شدیم. پس ما میتونیم گفته که دارای کدام صفت‌ها را باید شاعر کدام صفت‌ها را باید داشته باشد؟ شاعر اول اینکه یک بی‌نیاز باشد، با تواضع باشد، دانشمند باشد. شعر این فقط همین دو سه مصرع گفتن دانشمند دانش نداشته باشه شعر خوب گفتن نمیتونید. مثلا هم استاد مومن قناعت، هم استاد لایق، هم استاد بازار اول دانشمند بودن. وقتی که دانشی بلند دارید شما میتونید که میتوانید که بیان کنید مثلا شعری پست از شعری بلند ترجیح میدهید که تو دانشمند نباشید، تو کتابای ادبیات کلاسیکی خوب ندونید، این بیهوده است. با این یک دو شعری که سالهای آخر ایجاد میکنن ادبیات کلاسیکی دانستن در کار. انا از همون بابا طاهر اوریان که در عصر 10 زندگی میکردن، عصر 10 ولی امروز نامش زنده است. بله من شما ده چشمانت پیاله پر زیمای بی، ده زلفی تو خراجی ملکی رای بی، نمیدانم که فردایی تو کی بی. من گفتی که پگامیو من نامدی سه مصرش از یادم رفته بخشش میگم ندونم که نمیدونم که فردایی تو کی بی. ببینید عزیزم این سفید شد پخت خیلی پخت با برنج میپزد. با برنج میپزد. برای این برنج میتونیم برنج پرتوید و آب ای بالا. شما فکر میکنید برنج کمش اندازم یا کی؟ نمیدونم این کسترول تو من گفتم کو خیلی پرتوید کنی چقدر؟ خیلی بینیم کنی چقدر؟ چقدر؟ بینندگان عزیز، مخلصان برنامه لذیذ بالاودین، خوش که باشد ما با همراهی مهمان امروزه ما شهریابانو یک غذای خوب آماده کردیم. غذا لکه تیار است. بله. مشک چیری و تیار است و این لحظه لکه میتونیم پیشنهاد کنیم. بله مرحمت. خوش که باشد. نگفته نموند یک کار دیگر هم کردیم با خودی از روی اونی که خوردتر شود و همون آدمی خورنده هم یک تشکر گوید. شهریابانو تکلیف کردن که کمی روغن زرد رو ما هم در آنجا در روی یک تفدان آب کنیم و
تو اینکه باز هم بالای اون رو باز زیبا خوشمزه‌تر میشود. خشکی باشد من کفگیر رو با دستی خوش میکنم. برای باوریتان تشکر. خشکی باشد من میتونم که این به شما کمک کنم. خوش. هم گوشتشم نه پخت خیالم. ببینید همون رنگش یک رنگی زردی عجایب شده. آخه و کورکوما انداختیم عزیزم. کورکوما انداختیم. اونم برای همون. کورکوما رنگش رو باز هم ببینید چه رنگش خوشرو شد. یعنی بهترین استاد میگن تجربه است. بله. 100 سال زندگی کنون 100 سال آموز. خوش. من فکر میکنم برای مهمونا سکفگیری بس باشد. بله. خوش هست من این یکی. بله. چقدر زیبا. از گوشتش کوبید گوشتو در تر. بله. من گوشتش برای خودم مونده بودم برای گوشتش بجا کردیم. بله. در تگش گوشتش در اینجا بود راست میگم. نه گوشتش در تگش من. همه بر رسد. همه بر میرسد. یک مویز چیل قلندر خوردن. بله. خیلی خوب انا. بینندگان عزیز با همراه ما باشید. بعد از چند لحظه ما محصول مهنت و صحبت و میمونمون رو با همراه کمینه یک چشیده باز به شما معرفی میکنیم که چی مزه دارد و چی طعم. با ما باشید. مرحمت. از شما آغاز. از من آغاز. برای باوریتان بسیار منتدار هستم. از همون جای رواندار است شما گفتید ها؟ مشکچری یک سیر رو باید بگم مادرم هم مشکچری میپختن. باور میکنید طعم و مزه همون باید آمد. بله. خوراک دوست داشته خوراک‌های کودکی ما بله. بسیار ما زنده کردیم احیا کردیم امروز باز. به شهربانات توصیه میتونم که من اینجا خوریشم هست یعنی سالاد میتونیم در گوشه کنار این مونیمو با سالاد بله با مزه تر میشه. تشکر میگیم به شما. ما از نام تمام گروه ایجادی از نام تلویزیون سفینه از شما منتدار هستیم که شما وقت پیدا کردید و به برنامه ما آمدید و با صحبت‌های خودتان با حضور خودتان یک برنامه ما را یک حسن دیگر دادید، سهم کردید، علاوه کردید. اینقدر ما شما رو در بسیار محفل ما فقط در صحنه میدیدم، شما ما رو در صحنه میدید و امروز که با شما اینقدر هم صحبت شدم، اینقدر غذا گرفت، معنوی گرفتم و اینقدر فهمیدم که شما یک بانویی هستید که اینقدر یک دنیای باطن بسیار بوی دارید. من به شما چی آرزو میکنم؟ تنت جانتان صحت باشد. اینقدر و من شما رو دعوت میکنم به محفل هایی که در نه تنها در دوشنبه باشد، در خود شهر منصور زادگاه من باختر باشد با آنجا بید. ما در تئاتر بسیار بیناهای خوب داریم تا اینکه مردم دوستداران شعر و ادبیات از صحبت های شما از شما بهره‌ور شوند. مرحمت. سلامت باشید. اگه گفتنی داشته باشید. نه تشکر. منم خیلی شما چطوری که از صحنه میدونستم. بعد ما استاد اسکر حکیم داریم قدر انسانی برجسته. بعد یک فقط صحبت کنیم یک اون شعرهای من خیر میگن که خوب گپ زنیم. بعد میگم استاد شما جنتلمن شهری بانو با هم جنتلمن علامتی نباشم. میگم نه استاد آخه ما پیشتر جنتلمن گفتیم ما با معنای مثبتش میگیم که بسیار که میخندن همه اون کس بسیار شوخن بسیار رقصای زیبا هم دارن از بسیار شعر خوب هم دارن استاد. زنده دیل. خوش که ما با شما بینندگان از میگیم با برنامه‌های ما باشید، تنصیحت باشید و تو برنامه‌های دیگر. مبارکی جشن استقلال به همه شمایان عزیزان دل. سلامت باشید.